با مقصد تطبیق نقشه تصدیق گردیده برای بهداشت محیط زیست، استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره‌های طبیعی و بلند برداشتن فرهنگ معرفت اکولوژی اهالی، امروزها در سرتاسر شهر و نواحی ولایت ختلان با دایر نمودن اکسی‌های تازگی معرکه نهالشینانی و کبودیزارکنی وسعت دارد. موافق معلومات سرریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان، دوام سال جاری در حدود شهر و ناحیه‌های ولایت 953,000 بیخ نهال سایه افکن، 377,000 بیخ نهال همیشه سبز و 27,000 نهال آرایشی باید چینانیده شود. حالا از این تعداد 444,950 بیخ نهال سایه افکن، 208,389 بیخ نهال همیشه سبز و 127,556 بیخ نهال آرایشی شینانیده شده است که در عموم 48% اجرای نقشه را تشکیل می‌دهد. با اقدام و دستور سپایش‌های به‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، همساله در قلمرو جمهوری صدها گکتار باغ تاکزارها بنیاد می‌گردد که به خاطر بهداشت حفظ محیط زیست، امین نگاه داشتن زمین‌ها از بادلشوی و آبادانی گوشه و کنار مملکت مساعدت می‌نماید. در این زمینه همساله در حدود شهر و ناحیه‌های جمهوری، به خصوص شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، معرکه نهالشینانی و کبودیزارکنی در دو موسم گذرانده می‌شود، یعنی در موسم تیرماهی و بهاری که طبق امر رئیس ولایت ختلان از 16 اکتبر سال 2023 رقم 27 وارد به تأسیس ستاد کبودیزارکنی و تصدیق نقشه معرکه نهالشینانی و کبودیزارکنی برای سالهای 2023-2024 در حدود شهر ناحیه ولایت ختلان. طی سالهای آخر خشکشوی نهالهای شینانیده شده در شهر و نواحی ولایت یکی از مشکلات حل طلب تا هنوز باقی مانده، جاری نکردن سیستم آبیاری در این سمت باعث خشک و از بین رفتن نهالان شینانیده شده مخصوصا در تل و تپه ها می‌گردد. در این زمینه گروه کاری سرریاست حفظ محیط زیست ولایت سال گذشته با گذراندن 3696 سنجش از جمله 338 سنجش های نقشوی، یک سنجش تکراری و 3357 عملیات نظارتی گذراندند. در حدود شهر و ناحیه‌های ولایت ماه‌های شروع از ماه ایول تا ماه اکتبر گذراندن اینوентариزاسیای حالت سبزش نهال‌ها همساله یعنی گذرانده می شود از طرف متخصصان شعبه بخش حفظ محیط زیست در شهر و ناحیه ها و مقامات های دخلدار. در رفت سنجش های حالت سبزش نهال ها سبب و عامل های گویم خشکشوی رو به خشکی آوردن همون نهال ها مورد تحلیل قرار داده می شود و تحلیل ها نشان می دهند که بیشتری نهال هایی که خشک می شوند این از رعایت نگردیدن قاعده های اگرتکنیکی هنگام شیناندن نهال ها یعنی به نظر می رسد. با مقصد آباد و زیبا نمودن محل زیست و تازه نمودن کوچه و خیابان های شهر، کارمندان تشکیلات مؤسسه ها امروزها دست جمعانه عمل های آزادگردانی را انجام داده ایستادند، ولی از جانب مسئولان در مورد شماره نهالان شینانیده شده اطلاع نادرست و آمار برزیاد ارائه می شود. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید سنه 3 فوریه ضمن واخوریشان با رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت از سهلنگاری و نادرست پیشنهاد کردن آمار در مورد شینانیدن نهال‌ها از جانب بعضی از مسئولان اظهار نگرانی کرده بودند. در این زمینه چنین عمل بنا به معلومات سردار سرریاست حفظ محیط زیست ولایت طبق قانون جوابگاری را در پی دارد. طبق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ محیط زیست در صورت گویم اجرا نگردیدن امر رئیس ولایت یکی قرار و فرمانهای دخلداری مقامات حفظ محیط زیست وابسته به معرکه نهالشینانی و کبودیزارکنی برای دقیق نبودن معلومات ها برای اجرا نکردن قرار و امرها نسبت شخصان مسئول یعنی طبق طلبات قانونگذاری یعنی جریمه ها پیش بینی گردیده است که از طرف ناظران در صورت آشکار کردن این عامل ها پرونده های قانونی مأموری ترتیب داده می شود.
در دایره استقبال ارزنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان تا امروز 759 مرتبه اکسیه تازگی محل و 604 مرتبه اکسیه تازگی شاهراه در شهر و ناحیه‌های ولایت گذرانده شده. در اکسیه ها 162559 نفر ساکن شنبگی گذرانده، 898564 متر شفافیت شاهراه و راههای پیاده‌گردها تازه کرده شده. در این زمینه برای تازه نگاه داشتن ساحل کانال و جویبارها 681 مرتبه اکسیه های تازگی محل با جلب طبقه های گوناگون اهالی گذرانیده شده. در این چرابینی ها زیاده از 61067 نفر اشتراک نموده در مسافه بیش از 6 کیلومتر ساحل کانال و جویبار و زهبور و زهکشا از پرتاب های گوناگون تازه کرده شدند. طبق نقشه در حدود شهر و نواحی ولایت ختلان در سال جاری شنانیدن 8,348,451 بیخ گل و گلبوته ها به نقشه گرفته شده است که از این شماره تا امروز 3,083,178 بیخ شنانیده شده است که 39% نقشه را تشکیل می‌دهد. گفته می شود وابسته به عملی نمودن نقشه پیش بینی شده کارهای نظررس به انجام رسانیده خواهد شد. ضمناً برای آباد و زیبا گردانیدن هر یک گوشه ولایت در دایره اجرای دستورهای رهبریت ولایت معرکه آبادگردانی و اکسیه های تازگی تشکیل و راه اندازی خواهد شد.